سلام به همه دوستان عزیزم. در فروشگاه بیگ تویز در خدمت شما هستیم با یک آموزش بسیار مهم. اگه تا امروز کوادکوپتر نپروندی، اگه تا امروز کوادکوپتر حتی داشتی ولی نتونستی خوب پرواز بدی، آموزشت کامل نیست، اصولش رو نمیدونی چطور باید تمرین بکنی، این ویدیو رو با من تا انتها نگاه کن. دوستان عزیزم، کوادکوپترها صرف نظر از این که حرفه‌ای باشن یا آماتور، با کیفیت باشن یا بی کیفیت، یه اصولی دارن. یعنی کنترلشون بر یک مبنایی ساخته شده و جهاتشون مشخصه و باید بدونید که چطور باهاش کار بکنید. جهت دارن، پشت جلوش مشخصه، باید اینها رو بدونید. فرقی نمیکنه. کارهای حرفه‌ای یه سری آپشن دارن که جذابترشون میکنه، یه خود راحت تره، یه خود استیبل تر حرکت میکنن، خیلی نمیخواد تعادلش رو حفظ کنید، ولی خب در کل همشون یک سبکو دارن. میریم سراغ کوچکترین عضو این مجموعه، کوادکوپتر نانو ما. ببینید این کوادکوپتر قسمت جلوش همونطوری که میبینید چراغ داره و باتری همیشه پشته. باتری رو بیاریم دوستان ببینن. ببینید باتری همیشه پشت محصوله. پس این کوادکوپتر رو شما باید پشت سرش زمانی که میخواید وایسید باید به این شکل بذارید روبروتون، این هم کنترل، و پشت سرش بایستید تا جهاتتون درست باشه. باز E58 رو اینجا داریم. E58 هم همینطور دوستان، این باتریش پشتشه، به این شکل میاد بیرون، دوربینش هم جلوشه. همیشه دوربین جلوی کوادکوپتره. خب اینم باید به این شکل بذاریم. 107 هم همینطور، باتریش پشت سرشه. قشنگ نوشتهش هم ببین بخونید، یعنی به این سم، یعنی شما وایسید پشت سرش میتونید نوشته رو درست بخونید. پس جلوش قسمت دوربین و عقبش هم همینطور. باز این یکی هم همینطور، حرفه‌ای تر هم همینطور، باز باتریش پشت سرشه، دوربینش جلوشه. حالا آماده شون بکنیم، ادامه مبحث رو بهتون بگم. اولین کاری که باید بکنید وقتی یک کوادکوپتر به دستتون میرسه یا میخریدش دوستان، باید اول به شارژ بزنیش. باتریشو میارید بیرون، با استفاده از یه سیم شارژری که توی باکسش هست میزنیدش به شارژ. برای کوادکوپترهای کوچیک‌تر 1 الی 2 ساعت، برای کارهای بزرگتر 3 الی 4 ساعت و بعضی کارها حتی تا 5 ساعت هم باید توی شارژ باشن. پس اول باتری رو شارژ میکنید. باتری نیاز به شارژ اولیه داره. وقتی باتری رو شارژ کردید، باتری رو سر جای خودش جا میزنید، کنترل رو هم باتری میندازید. به این شکل ما باتری گذاشتیم. توجه کنید باتری های نامرغوب، من یه نمونه اینجا گذاشته بودم قبلا، مثلا باتری های متفرقه، اینطوری از این باتری ها استفاده نکنید دوستان. این باتری ها هم قطع میکنه، همین که زود تموم میشن. باتری های آلکالین، کملیون، باتری های خوب استفاده کنید که مدت ها کار کنه و در ضمن کنترلتون هم دچار اختلال نشه. خب باتری کوادکوپتر رو جا زدیم، باتری کنترلش هم انداختیم. کوادکوپتر رو دقیقاً میذارید روی سطح صاف، روی زمین بذارید. شما الان من رو میز میذارم که شما بتونید ببینید. میذارید روی سطح صاف، دقیقاً جوری قرار میدید که پشتش به سمت شما باشه و جلوش هم که مشخصه. کوادکوپتر رو روشن میکنید. ببینید الان دکمه‌اش رو نگه داشتم، چراغش روشن شد. از نزدیک حالا این قسمت رو بگیرید، کنترلش هم روشن میکنید. الان داره چشمک میزنه. یک بار این اهرم ببرید بالا بیارید پایین، ارتباطش وصل میشه. در اکثر کوادکوپترها اینطوریه. نگاه کنید یه اهرمی هست سمت چپ که مربوط به زیاد و کم کردن ارتفاع. شما یک بار اینو ببرید بالا بیارید پایین، ارتباط کوادکوپتر با کنترلش وصل میشه، برقرار میشه. حالا توی سری از نمونه ها ممکنه یک جی پی اس باشه، ممکنه قفل داشته باشه. اینا بسته به اون راهنمایی که داخل پک هست باید عمل کنی، ولی من کلیتش رو الان بهتون میگم. پس گذاشتیمش روبرومون، چون وقتی که شما پشت سر کواد وای میسید جهاتتون درسته. نگاه کنید، راست، چپ، جلو، عقب.
این اهرم برای جهات، این اهرم برای زیاد و کم کردن ارتفاع. اینو من پایین نگه دارم، موتورها خاموش میشه. پس وقتی من کوادکوپتر رو به این شکل میذارم یا برعکس میذارم، تمام جهاتم به هم میریزه. الان من اینطوری گذاشتم، اهرم رو بدم سمت راست، این میره به سمت راست خودش، یعنی میره جلو. تمام چیزی که باعث میشه دوستان قاطی میکنن، نمیتونن اول بپرنن، یکیش همین مورده. پس کوادکوپتر رو قشنگ بذارید جلوی روتون، پشتش به سمت شما باشه تا جهاتتون درست شه. خب اهرم سمت چپ رو یک بار میدیم بالا، موتورها روشن میشه. هرچی این اهرم رو ببریم به سمت بالا، سرعت بیشتر میشه. سرعت بیشتر میشه یعنی دور موتورها بیشتر میشه، ارتفاع بیشتر میشه. ببینید الان من با این اهرم ارتفاع رو، ببین با دست چپم ارتفاع رو میبرم بالا، دوباره ارتفاع رو میارم پایین. راست، چپ، عقب و جلو. نگاه کنید، راست، چپ، جلو و عقب. این به شرطیه که من پشت سر این کواد ایستاده باشم. ببینید من پشت سرشم، جهت راست میدم میره راست، جلو میدم میره جلو، عقب میدم. ولی من اگه این سمت این باشم، بدم به راست میاد به سمت خودم. پس اینو در نظر بگیرید. وقتی هم میخواید فرود بیاید، آروم آروم ارتفاع رو کم کنید، همونطوری که جهات هم داری کنترل میکنید. وقتی نزدیک زمین رسیدید، دور موتور رو پایین نگه دارید، اهرم سمت چپ و 3 ثانیه پایین نگه دارید، موتور خاموش میشه. بریم سراغ بعدی. E58 کلید آن آفش رو نگه میداریم دوستان، تو دستمون میگیم کلید آن آف رو نگه میداریم، روشن میشه. کلید آن آف کنترلش هم میزنیم، روشن میشه. یه بار اهرم سمت چپ میبریم بالا، میاریم پایین، یه بوق میزنه، ارتباطش برقرار میشه. حالا کواد رو قشنگ گذاشتم روبروی خودم، جهاتم الان درسته، شروع میکنم به پرواز. خب ارتباطش که برقرار شد، شروع میکنیم بهش ارتفاع دادن با اهرم سمت چپ. پشت من بگیرید، من سعی میکنم بالا. ببینید اهرم سمت چپ و هرچی میبرم بالاتر میره بالاتر ارتفاع، و هرچی بیارم پایین ارتفاع کمتر میشه. راست، چپ، ببینید جلو و عقب. اینقدر من اول فیلم این هم اگه تاکید کردم که آقا پشت سرش وایسید، به خاطر همینه. گفتم آقا این باتریشه، پشتشه، دوربین جلوشه. بعضی از دوستان میان حالا میگن آقا مگه نمیدونستیم جلو و عقبش کجاست؟ من میخواستم بگم شما باید متوجه بشید که پشت سر کواد وایسی و اینا جهات راست و چپ، جلو و عقبت به هم میریزه. مثل الان نگاه کنید، با این اهرمی که ارتفاع رو زیاد میکنم 360 بهش میدم. الان اگه بدم به راست میره به اون ور، نمیاد به سمت من. متوجهی؟ پس باید همیشه پشت سرش باشید تا وقتی که تسلط پیدا کنید بتونید قشنگ بپرید. الان ارتفاعشو با اهرم سمت چپ کم کردم، رسید به زمین دیگه، نگه داشتم، پایین قطع شد. خب 107 هم بپرونیم. ببینید کلید آن آفش رو روشن میکنیم، میذاریمش جلوی خودمون جوری که پشتش به سمت ما باشه. کنترلش رو باز میکنیم. خب یک بار اهرم سمت چپ بالا پایین، بعد این دوتا اهرم رو به بیرون نگه میداریم. الان جی پی اسش رو باید خاموش کنیم. این جی پی اس داشت این کار، تو فضای بسته باید جی پی اسش خاموش کنید تا دوتا اهرم مایل میده استارت بکنیم. استارتش به این شکله 107. حالا مجددا ارتفاع میدیم، ارتفاعش زیاد میشه، ارتفاع بیشتر، جلو، عقب، همه جهات رو میتونید، راست، چپ، ببینید چپ، راست و کم کردن و زیاد کردن ارتفاع. این کوادکوپتر با یه دکمه فرود میاد. دکمه اتوماتیک لندینگش رو میزنید، خودش فرود میاد به این شکل. بعد از چند ثانیه هم خاموش میشه. این شد دوستان عزیزم آموزش کوادکوپتر. پس دفترچه رو حتما مطالعه کنید. کوادکوپتر رو اول به شارژ بزنید تا شارژ اولیه بگیره. از باتری‌های کنترل خیالتون راحت باشه که باتری مناسب داخلش انداختید، و بعد از اون که از این دو تا مطلب خیالتون راحت شد، دفترچه هم کامل خوندید، کوادکوپتر رو میذارید روبروی خودتون جوری که پشت سرش وایساده باشید و این کارها رو شروع میکنید. در یک محیط باز، در یک فضای باز، یک دایره 2 متری دور خودتون فرض بکنید دوستان. سعی بکنید کوادکوپتر رو به اندازه نیم متر از زمین بلند کنید و تمام جهات رو تو اون فاصله کم، تو اون ارتفاع کم
تمرین کنید. بعد از اینکه کامل مسلط شدید ارتفاعتون رو بیشتر کنید و رفته رفته سعی کنید جهات رو حفظ کنید، ارتفاع رو کنترل کنید و بعد از اون برید سراغ ارتفاع بالاتر، فیلم برداری و اینها. باید یه چند روزی یه مقدار با حوصله تمرین کنید. در خدمتتون هستیم در پیج بیگ تویز، در فروشگاه بیگ تویز، در شعباتی که 2 تا در تهران و یکی در کرج داریم. دوستان عزیزم ارادتمند شما هستم. فعلا تا بعد.